سلام. با آغاز سال مالی جدید افغانستان، انتقادها از بودجه ملی این کشور بالا گرفته و نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی آن را پر از نواقص و غیر متوازن خواندند. طرح قانون بودجه 8 میلیارد دلاری افغانستان در دست بررسی است. افغانستان سال پر از ماجراهای سخت سیاسی را پشت سر گذاشته و هنوز هم در وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی دست و پا می‌زند. از نیک محمد محبی، مسئول سکتور زیربنای فیزیکی و منابع طبیعی در ریاست بودجه وزارت مالیه، به استودیوی زیربنا دعوت کردم. من ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه خدمت شما خواهم بود. آقای محبی، به برنامه خوش آمدین. شکر. آقای محبی، روی چه عوامل و اهداف اعضای مجلس نمایندگان مسئولان وزارت مالیه را روی طرح بودجه 94 و مجلس خواست؟ تشکر. اول از ما سلام برای بیننده های تلویزیون آریانا و همکارای عزیز اینجا. وقتی که بودجه وزارت مالیه ترتیب نمودن بعد از تایید شورای وزیران به مشران جرگه و بعداً به ولسی جرگه ارسال نمودن و ما در سالهای گذشته و همچنان امسال در مجالس مشترک کمیسیون بودجه و مالی اشتراک کردیم و با اعضای دیگه پارلمان که تا نمور توضیح بدیم، چون بودجه یک کار اختصاصی است و برای تشریح و توضیح زیادتر ضرورت داره تا بعضی سوالات که نماینده های مردم افغانستان داره در پارلمان اون امور برشان واضح شوند و به همین دلیل بود تقریبا ما در حدود 2 هفته همراهشان متواتر مجالس داشتیم و کدام سوالات که بودن بر سوالاتشان جواب دادیم. بعدن بعضی نظریاتی داشتن که به خاطر اونمون نظریات پارلمان به اساس قانون اساسی میتونه بودجه را رد و یا قبول نمود و نظر به محقق قانونیشان بودجه را برای بار اول مسترد نمودن و هفته گذشته برای بار دوم بعد از گنجانیدن بعضی نظریات وکیل صاحب محترم که ما امکانات مالی داشتیم به اونمون اندازه ما در بودجه جدید جابجا نمودیم و هفته گذشته دوباره برای پارلمان کشور ارسال گردیده است. بسیار خوب. شما از 3 هفته کار روی این مسئله در مجلس نمایندگان یادآوری کردین که هنوز هم یک هفته دیگه در راه هست که قرار است روز چهارشنبه به تصویب برسه یا نرسه. تأخیر در تصویب قانون طرح بودجه کدام مشکل را به بار نمیاره؟ مشکلات خو می باشه حتما، خو زیادتر مشکلات نیست به خاطر نه که تمام مسائل در قوانین واضح هستند. وقتی که سال مالی شروع میشه در صورت که بودجه جدید سال جدید از طرف پارلمان منظور نگرفته باشه، وزارت مالیه میتونن تخصیصات یک ماههشان به اندازه بودجه سال گذشته برای وزارت ها بده که وزارت ها میتونن معاشات کارمندان خوش را بپردازن. به خاطر کدام مشکلی جدی نباشه، تنها مسائل تدارکاتی و مسائل تطبیق پروژه انکشافی باشه که اون پلن زمستان است، در اکثر جاها کار فیزیکم صورت گرفتن میتونه، بسیار مشکلی جدی به نظر نمیرسه. حالا بحث پروژه انکشافی که یک مشکل کلان به عنوان یک مشکل کلان مطرح شده که پروژه انکشافی بر اکثر ولایات در نظر گرفته نشده، اینو میگذاریم برای بعد. آیا طرح بودجه امسال ناعادلانه و نامتوازن بود؟ یک سوال بسیار مشکل و بسیار مهم هم هستم. به نظر ما فکر نمیکنیم که نامتعادل باشه و دلیلشان است که ما برای هیچ ولایت پروژه جدید در نظر نگرفتیم. تمام بودجه انکشافی که هست باقی مانده سال گذشته و همچنین برای پروژه که دوامدار است، اکثر پروژه چندین ساله می باشه، برای اونا پول جدید ما در نظر گرفتیم. بنابراین در اینجا مسئله تعادل مطرح نمیشه. در اون صورت مطرح میشه که اگر ما برای یک ولایت پروژه جدید بگیریم و برای ولایت دیگه نگیریم، در این بودجه اصلا پروژه جدید وجود نداره یکیش. و مسئله دوم میشه که اگر ما فکر کنیم که ما بسیار متر مساویانه، یکی مساویانه است و دوم متعادل است. مساویانه ما نمیتونیم تقسیمات کنیم، چون در بعضی ولایات شاید ما منبع تولید برق داشته باشیم، مثلا یک بند است یا مثلا یک سرک شاهراه است که اون را ما نمیتونیم در عین وقت در تمام 34 ولایت ساختمانشان یا کارشان آغاز کنیم. بنابراین ما مجبور هستیم به شکل تدریجی مسائل مهمی ملی مثلا شاهراه ها شد، بندهای برق شد یا بعضی پروژه دیگه ملی مهم است و تنها ما میتونیم که مسئله تعادل در پروژه صحت
معارف و یا انکشاف دهات ما مطرح کنیم، چون در اکثر جا بعض پروژه که در یک جا امکان تطبیقش وجود داره و در دیگر جا امکان تطبیقش وجود نداره. مثلا شهرها مجبور از یک تعداد ولایت تیر شوند، چون نمیتونیم ما شهرها در کل ولایت داشته باشیم. یا مثلا سرک‌های اتصالی است با کشورهای همسایه، ما نمیتونیم که در کل ولایت مسئله را مطرح کنیم. بنابراین این مسائل است که بودجه ما با اساس ولایت ساخته نمیشه. بودجه ما با اساس پروگرام های که از طرف دولت اولویت داده شده است ساخته میشه. بسیار خوب. در مجلس نمایندگان همچنان در بین نهادهای مدنی بحث این هست که پروژه انکشافی یا اختیاری برای ولایات عقب مانده و یا ولایاتی که خیلی در بحث انکشاف دهات مطرح نبودن در این 13 سال باز دوباره در نظر گرفته نشده. چرا؟ اگر شما ببینید بودجه سالهای گذشته ما برای ولایات کمتر رشد یافته که ولایاتی که بسیار محروم هستند، برای ولایات یک مقدار وجوه احتیاطی از عواید داخلی دولت داشتیم. سال گذشته 3 میلیون بود برای 11 ولایات و در سالهای پیش 1 میلیون و 2 میلیون دلار بودن که بعد از چون وقتی که بودجه ترتیب میشد اکثرا در ولایات بودجه کمتر در نظر گرفته شده، بالاخره صلاحیت نمی 3 میلیون دلار ما برای پارلمان کشور و شوراهای ولایتی دادیم که اونا انتخاب کنه که در ولایت مربوطه کدام پروژه اولویت داره و مهم است که بعضی ما رو برشان تطبیق کنیم. مسئله دیگه زیادتر سر تطبیق بودجه است. ما فکر نمی کنیم که در ساختن بودجه مشکلی جدی وجود داشته باشه. مشکلی جدی در تطبیق بودجه است. ما در سالهای گذشته اگر ببینید اکثرا پروژه را در ولایات مختلف در نظر گرفتیم، اما وزارت‌های مربوطه که مسئول تطبیق بودجه سونا نتونسته بودجه خود تطبیق کنه. در اون صورت مشکل از وزارت‌های مربوطه است که این مسئله ما چندین دفعه در پارلمان مطرح کردیم که برای تطبیق پروژه شما میتونین وزارت‌های مربوطه را بخواین که دلایل براتون واضح کنه چرا یک پروژه در یک ولایت تطبیق میشه و در دیگه ولایت تطبیق نمیشه، در حالی که در بودجه منظوری هم داره و تمام مسائلشون وجود داره. بنابراین زیاتر مشکل در تطبیق بودجه شاید باشه، تطبیق بودجه انکشافی که وزارت‌های مربوطه وزارت‌های سکتوری باید مورد جواب بگیرن. بسیار خوب. یک مسئله بسیار مهم دیگه که اینجا مطرح میشه، طرح سال 94 8 میلیارد دلار هست با وجود که عواید داخلی در افغانستان یعنی به زور میتونه که 1 میلیارد دلار پوره کنه. با چه دلپوری چون این طرح پیشنهاد شده؟ اول میخوام یک ذره وضاحت در مورد بودجه 1394 برای بیننده بدیم. مجموع بودجه عادی و انکشافی ما که هست تقریبا در حدود 7.6 میلیارد دلار هستند که در حدود 4.9 میلیارد بودجه عادی است، یعنی مصارف عادی است و 2.6 میلیارد بودجه انکشافی است. در مجموع اگر ما بحث کنیم از این جمله که تقریبا 8.6 میلیارد دلار میشن، 71% توسط کمک‌های خارجی تمویل میشن و 29% توسط عواید داخلی دولت افغانستان میشن. عواید داخلی ما برای سال آینده که پیش بینی شده 125 میلیارد افغانی هستند که تقریبا در 125 میلیارد افغانی هستند و نظر به نمو پیش بینی های ما و نظر به تجارب سال گذشته و در ریپورم که در عواید و در گمرکات است عواید جمع کرده میتونیم و برای در ساختن بودجه وقتی که ساخته میشه در تمام مسائل کمیتمنت کتبی دونرها یا تمویل کننده ها وجود داره. یعنی به این معنا نیست که ما سر به خود ساختیم. در هر پروژه یا در هر پروگرام امرای تمویل کننده بحث شده و پروگرام های طویل المدت و وسط المدت ما داریم امرایشان و نظر به او تعهداتی ساخته شده. یعنی هیچ پروژه ما در بودجه ملی در نظر نگرفتیم که برای او تعهد مالی وجود نداشته باشه. بسیار خوب. این که تعهدات مالی چقدر میشه رویش تاکید کرد و چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که این واقعا وجود داره و باعث ورشکست شدن در طول سال 94 نمیشه. بعد از یک وقفه برمیگردیم.
با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید و موضوع امروز ما طرح قانون بودجه 8 میلیارد دلاری افغانستان است که در دست بررسی هست و از آقای نیک محمد محیبی مسئول سکتور زیربنای فیزیکی و منابع طبیعی در ریاست بودجه وزارت مالیه دعوت کردیم به موضوع بپردازن. خب به بحثمان ادامه میدهیم. آقای محیبی، شما از 8 میلیارد دلار منبع یادآوری کردین و گفتین که این تعهدات در قبال این مسئله وجود داره و همچنین منابع هست و ناشی از آن شما ترین بودجه را ریختین. چقدر میشه که قاطع روی این مسئله امیدوار بود که در طول سال باعث ورشکستگی طرح نشه؟ تشکر. اگر ما متوجه شیم برای سال 1393 مالی که قبلا ختم گردیده است، ما مشکلات داشتیم. مشکلات مالی ما اگر ببینیم در بخش تعهدات دونرها هیچ نوع مشکل ما نداشتیم. تمام مسائل یا تمام پولی که از طرف دونرها تعهد کردیده بود و در بودجه ملی شامل کردیده بود تمامشان عملی شد و در هیچ نوع مشکل وجود نداشت و برای سال بعدی هم ما هیچ نوع مشکل دری نداریم و 100% ما مطمئن هستیم که در هیچ نوع مشکل نمیاد، چون اکثرا پروگرام‌های ما برای تمویل کننده است برای یک سال نیست، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله پروگرام هست. بعضی پروگرام ها که قبلا شروع شده با ماندهشان است و بعضی پروگرام ها که جدید هم شروع شده، این پروگرام های طویل المدت هستند و برای وسط مدت است و ما هیچ نوع در این مشکل نداریم. کدام چیزی که تعهد رسمی تمویل کننده وجود نداره یا کدام مسئله که نهایی نشده او را ما اصلا در بودجه داخل نکردیم. در جریان سال 1394 شاید بعضی پروژه ها یا بعضی پروگرام ها از طرف تمویل کننده ها تمویل شود که ما امرایشان بحث داریم خطا که با ما به مرحله نهایی و نرسیم و به نتیجه نرسیم تا او وقت ما نمور شامل بودجه ملی نمیسازیم. این دری هیچ نوع مشکل نیست و 100% ما مطمئن هستیم که تمام کمک ها که تعهد شده میاد. پس ما یک سال غنامند از نگاه اقتصادی را باید به انتظار بنشینیم، چون 1 میلیارد دلار تا 8 میلیارد دلار ما یک افزایش بسیار زیاد را میبینیم. نه، عواید ما که از 2.2 میلیارد است، 1 میلیارد نیست. ولی نه امیدواری بر این که خب به اساس این طرح ریخته شده یک امیدواری بسیار کم است. بودجه یک پیش بینی است و در بودجه تمام مسائل که از مصارف هم پیش بینی است که ما 100% اونو شاید به مصرف نرسه و عواید ما هم که است پیش بینی است نظر به سالهای گذشته و نظر به نو پلان هایی که ما در بخش جمع‌آوری عواید داریم. پیش بینی به اساس مصارف برای سال آینده شده، یعنی سال جریان سال 94 یا اینکه به اساس عوایدی که دو موضوع است اینجا. بعد دو موضوع مشخص است. یک موضوع است که ما تعهدات مالی از تمویل کننده ها که داریم و برعلاوه کدام عوایدی که خود ما جمع میکنیم، این یک بخش است. چون بودجه مکمل از دو بخش، یک عواید است یک مصارف. هر دویشان عواید پیش بینی است، عواید داخلی ما و کمک های خارجی که از تعهدشان وجود داره که در هیچ نوع مشکل وجود نداره و مصارف هم پیش بینی است. نظر به سال گذشته سنجش شدن. مثلا اگر ما با بودجه عادی بیایم اونجا مثلا معاش است، معاش هر شخص معلوم است و امور محاسبه گردیده است. شاید در جریان سال بعضی پروگرام ها یا بعضی پروژه ها 100% تطبیق نشه. به این خاطر است که ما بودجه انکشافی 100% در سال گذشته مصرف نکردیم. بر سال آینده ما امیدمون این است که 100% بودجه انکشافی ما تطبیق شود. بسیار خوب. مهمترین بحث انکشاف متوازن در کشور است. البته این بحث قرن هست که در تمام کشورها این انکشاف باید متوازن باشه در بین شهرها و روستاها و ولایات. گویا این طرح این مسئله را مراعات نکرده. چرا؟ ما اصلا به یک موافق نیستیم که ما توازن مراعات نکردیم. ما توازن مراعات کردیم. در مجلس یکی از مشکلات همین بوده که مطرح شده. اینمی مسئله بود که ما وضاحت برشان دادیم. توازن ما در صورت گفتم میتونم که توازن است که ما برای یک ولایت یک پروگرام مشخص بگیریم و برای دیگه نگیریم. ما میتونیم توازن در چند پروگرام بیاریم. مثلا در صحت بیاریم که صحت ضرورت هر شخصی کشور است و او در هر ولایت که باشه، یا تعلیم است و یا انکشاف داد است. خب بعضی پروژه های زیربنایی است که ما نمیتونیم در عین وقت در 34 ولایت و پروژه را عملی کنیم. مثلا شهرها سال بلندترین بودجه که رفته بر سرک حلقوی است که در بادغیس وجود داره. او سرک حلقوی در بادغیس وجود داره، پولشان سر بادغیس اونجا یعنی در تقسیمات ولایتی در بادغیس حساب شده، در حالی که سرک تنها از بادغیس نیست. سرک یک شهر است و ملی است بر ما اولویت داره. یا مثلا اگر ما ببینیم خط آهن از حیرتان الی مزار شریف هست. او خط آهن ما نمیتونیم در هر ولایت تطبیق کنیم. ما مجبور هستیم بعضی پروژه های زیربنایی در بعض ولایات
امسال تطبیق کنیم، در بعضی ولایات سال آینده نظر به نمو اولویت بندی و نمو تحلیل اقتصادی و پروژه در پروژه که پیشتر گفتیم صحت شد، معارف شد، انکشاف داد شد، در این هیچ نوع مشکل وجود نداره، در تمام ولایات تقسیمات شده و به شکل درست. خب پروژه های زیربنایی ما نمیتونیم در یک وقت در 34 ولایت تطبیق کنیم. خیلی خوب. 8 میلیارد دلار در صحت، انکشاف دهات و معارف در نظر گرفته شده که سایش وسیع است. بودجه ملی اگر ببینیم هر ساحه را تحت پوشش خود میگیرن. قسمی که پیشتر گفتیم که در این 4.9 میلیارد دلار برای مصارف عادی دولت افغانستان هستند که در این تقریبا در حدود 67% تنها برای امنیت میره. از این 4.9 میلیارد تنها 67% برای امنیت میره، پلیس، دفاع و امنیت ملی، و پول باقی مانده شان بر بخش‌های دیگه میره. یعنی در بودجه عادی بلندترین مصرف ما برای سکتور امنیت است، بعداً برای معارف است و بعداً برای دیگه سکتور است. و بودجه انکشافی ما 2.6 میلیارد که بعد غلط نشه یا که در او که از بلندترین بخش در بودجه انکشافی 41% برای سکتور زیربنای فیزیکی رفته که در سرک است، برق است، میادین هوایی است، مخابرات است و انکشاف شهری و این مسائل هستند. و بعداً بلندترین بودجه برای انکشاف دهات رفته، سکتور انکشاف دهات که زراعت و انکشاف دهات از دور تحت پوشش خود میگیره و بعداً معارف هستند. یعنی تقسیمات شده و تقسیماتشون اگر با جزئیات باز کار دارین میشه ما برتون بتیم در سند بودجه که امروز ما در این وجود دارن. خیلی خوب. سال گذشته ما از این 4 ناحیه یا 4 ساحه زیربنایی امنیت، معارف، انکشاف دهات و صحت در هر 4 ناحیه مشکلات خاص داشتیم و این 8 میلیارد دلار حالا تخصیص داده شده. باز هم برمیگردیم به این که منابع موثق هست و دوما بحث امنیت بحث بسیار مهمی برای سال جاری هست که در نظر گرفته شده. آیا فکر میکنین که کافی باشه این مقداری که برش در نظر گرفته شده؟ بودجه امنیت بالکل فوق العاده کافی است و تمام تقریبا در حدود 350,000 که ما نیروهای امنیتی داریم. چون ما در جریان واگذاری هم هستیم. تمام مسائل امنیتی که است مکمل در بودجه در نظر گرفته شده و زیادترین بخش اینا که است توسط کشورهای تمویل کننده و ناتو و ایالات متحده آمریکا تمویل میشه و همچنان به نام لطفا یک صندوق امانتی بازسازی است، صندوق امانتی برای پلیس است که از اونمو تمویل میشه. یعنی تمام مصارف انمی نیروهای 350,000 نفری که است مکمل در نظر گرفته شده و باز که امنیت میانه اون مسائل امنیتی مربوط سکتور امنیت است. از لحاظ مالی ما هیچ نوع مشکل در اون مورد نداره. بسیار خوب. همه ساله طرح بودجه از ناحیه نامتوازن بودنش مورد نقد است و شما همه ساله این مسئله را رد میکنین. چرا رد این مسئله و یا نقد این مسئله بالاخره درست نمیشه؟ یعنی شما چرا نمیتونین که بالاخره قناعت به وجود بیارین؟ این یک مبحث بسیار بزرگ است. اگر پیشتر هم گفتم که ما تقریبا در حدود 2.6 میلیارد دلار بودجه انکشافی داریم به غیر از عادی. اکثرا مباحثات ما امروز پارلمان در بودجه عادی نیست، تنها در بخش انکشافی است و هم وکیلای مردم از ولایات مختلف آمده او از ضرورت‌های خود مطرح میکنه که مثلا در این ولایتی مثلا این چیز ضرورت است، سرک ضرورت است، برق ضرورت است، آب ضرورت است، این مسائل هستند. و از جانب دیگه ما با او اندازه منابع تمویلی یا مالی نداریم که تمام تقاضای اونا را ما پورا کنیم، چون بسیار پول کار داره. به این خاطر ما مجبور هستیم اولویت بندی کنیم. شاید اگر یک وکیل صاحب در یک ولایت 10 پروژه را مطرح میکنه، شاید ما توانیم یک پروژه را داشته باشیم. به این خاطر یک نوع نارضایتی هم که وجود میآید دلیلشان عدم امکانات مالی هستند. بسیار خوب. اگر ما امکانات مالی مکمل می‌داشتیم هیچ نوع مشکل نیست. من فکر میکنم که ما داریم وقت اضافه میگیریم و برنامه هم به ختم خودش است. طرح بودجه در مشارکت مردم و حضور مردم یک شفافیت به وجود میاره، ولی الان این مسئله در نظر گرفته نشده، چه طراحانش در وزارت مالیه و همچنان حتی در مجلس نمایندگان هم روش مجلس های مخفی گرفته میشه، یعنی علنی نیست. چرا؟ از طرف ما خو هیچ چیزی مخفی نیست. هر مرحله که ما بودجه را آماده ساختیم ما در وبسایت خود نشر کردیم. در وبسایت ما شما میتونین طرح اولی را و طرح دومی را و همچنان بودجه
تقریبا 8 سال گذشته از وبسایت ما پیدا کنید و از در وزارت مالیه هیچ نوع معلومات مخفی نیست. هر نوع معلومات در صورتی که اگر مدیا ضرورت داشته باشن، وکیل صاحب پارلمان یا جامعه مدنی، ما میتونیم به دسترس اونا بتیم و شما میتونید برای وبسایت ما برین، میتونین این تمام معلومات پیدا کنید. شاید بعضی مسائل یک وضاحت کار هستند چون یک سند بسیار کلان است و شاید بسیار به سادگی به کسی که در بودجه بلدیت نداشته باشه مشکل است که معلومات پیدا کنه. ما هم حاضر هستیم که هر وقتی که ضرورت باشه مورد توضیحات و اونمو سوالاشون هم جواب ممنون جناب نیک محمد محبی، مسئول سکتور زیربنای فیزیکی و منابع طبیعی در ریاست بودجه وزارت مالیه که به برنامه امروز تشریف آوردین. این بود برنامه زیربنای امروز خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعدی همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند میسپاریم. بدرود.